نیکی آن نیست که به هنگام نماز و عبادت صورت خود را به مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکوکار واقعی کسی است که خداوند و روز حسابرسی و فرشتگان و کتاب و انبیا را با تمام وجود باور داشته باشد و با آنکه مال خود را دوست دارد آن را با طیب خاطر به خویشان و یتیمان و درماندگان و مسافران در راه مانده و زندانیان نیازمند ببخشد و خالصانه برای خدا نماز گزارد و زکات اموالش را پرداخت کند و به پیمانهایی که میبندند وفادار باشند و در سختیها و ناملایمات صبوری پیشه کنند. حقیقتاً اینها که اهل عملند راستگو هستند و حرمت فرمان خدا را نگاه می‌دارند. ای کسانی که ایمان آورده اید، در مورد کشته‌های شما قصاص مقرر شده است. آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده، زن در مقابل زن. و اگر کسی از جانب برادر خود از قصاص عفو شود، باید مسرورانه به دنبال ادای خونبها رود و آن را به نیکوترین وجه بپردازد. این نکته در حقیقت عفو و بخششی از جانب پروردگار بزرگتان است و اگر کسی بعد از این تجاوزکارانه برخورد کند برای او عذابی دردناک است. ای صاحبان اندیشه، برای شما در قصاص زندگی است نه مرگ، باشد که از زشتی و تجاوز پروا کنید. و بر شما نوشته شده هرگاه زمان مرگ یکی از شما فرا رسد در حالی که مالی اندوخته دارد، باید در مورد پدر و مادر و خویشان از روی خیر و انصاف وصیت کند و این شیوه درست کسانی است که حرمت فرمانهای الهی را نگه می‌دارند. و هر کس که وصیت را بشنود و تحریف و دگرگونش کند گناه بزرگی را به گردن گرفته است و خداوند بزرگ بسیار شنوا و آگاه است.